سلام، شما خوبین؟ عدس و لپه گوه سر تپه انه گربه قرمز موی وز با سنگ فرز و لاستیک بارز و ترکیب سوزن و نخ روغن چرخ چله پخ کمک فنر زانتیا رو که صرف کردیم بقیه‌اش هم تو دیگ خاک بسره. میریم برای آمگوزش پخیدن آش قل شلمکار هندی. رباب کثیف بدون گیف زامن چش با دست و شست خیلی چش کلم و کدو پشم پتو شلغم گم با عود شکم همشونو که ورد کرد خورد آتیش به جون دیگ که زد چون که ننش میزنتش پوشیده بازم دامن جذب ثروتش. آب فاضلاب کوکائینو با گوز تراب بس خراب کریخ رباب یه دبه برنز پریشب و که قرار بود بدن خر بخوره اضافه مینمویه و به جهت چست‌تر شدنش از 100 سبزیجات یک سبزی آشی پرشاشی که به جای شوسیدن بهش چوسیدن تهیه مینمویه. خاک به سرت. هر کرا ویروس خواهد زور هندوستان کشد. اوهو نمیری گوزو دیگش خودش میچرخه تکنولوژیا. با انگشتر بودا نیامرز مشتری آخریش میره سر وقت آشش که گربه ابو گوزش تشنج میکنه. کن گاویشون تمیز نگران نباشید کره مال این گاو است تونتون با ژیله شیوش میکنن وسواس داره. رباب کثیف سانزگه دامنت بخورم چه کار کردی با آشت بای. این هندیا سس فیلاشون بود سس سگ میده دیگه وا ویلا به این آش قل شلمکار. ناظم معبد زنگ آخر رو که زد غذا رو میدن که شام آخر تخس بشه بین مهمونا. تمونده توفیانم سرباز کماندار عرب زم میکنه که فردا بده مشتریاش اش کنن. موش جان